این کارنامه هایی که میبینید همشون مربوط به دانش آموزایی هستن که سال گذشته از دوره های رایگان ما استفاده کردن و تونستن به نمرات 20 و نزدیک 20 توی امتحانات خرداد ما برسن. سلام رفقا، من عرفان قربانی هستم، پرمخاطب ترین مدرس فیزیک کنکور و امتحانات نهایی. قبل از اینکه با همدیگه این آموزش رو استارت بزنیم میخوام بهتون بگم که مجموعه ویدیوهای جمع‌بندی اورژانسی دقیقاً چیه و چطور میتونه شما رو به نمرات عالی توی درس فیزیک برسونه. ببینید ما یه دوره رایگان داریم به اسم نهایی پلاس که برای هر سه تا پایه 10م، 11م و 12مه. توی چند سال اخیر تعداد خیلی زیادی دانش آموز تونستن با استفاده از همین دوره به نمرات عالی توی درس فیزیک برسن. میتونید این نتایج رو توی سایتمون هم ببینید. توی مجموعه ویدیوهای جمع‌بندی اورژانسی ما اومدیم مهمترین مباحث فیزیک که همیشه از اونا توی امتحانات نهایی سوال مطرح میشه رو از توی همین دوره نهایی پلاس برش زدیم و تحت عنوان جمع‌بندی اورژانسی منتشر کردیم. با این کار شما میتونید توی کمترین زمان ممکن روی مهمترین مباحث فیزیک تسلط کامل پیدا بکنید. رفقا دوره نهایی پلاس هم شامل ویدیوهای آموزشیه و هم PDF جزوات برای تمام فصل‌های فیزیک 10م، 11م و 12م. اگر دوست دارید که آموزش کامل تمام فصل‌های فیزیک هر پایه‌ای که هستید رو ببینید، پیشنهاد اول و آخر من به شما دوره نهایی پلاسه. ویدیوهای این دوره رو من براتون توی کانال آپارات و همینطور سایتمون گذاشتم. جزواتش هم توی کانال تلگرام و روبیکامون که آیدیش زیر تمام ویدیوها هست قرار دادم و میتونید اونا رو دانلود بکنید. خب دیگه صحبتایی که من میخواستم همین اول کار با همدیگه داشته باشیم تموم شد. بریم با همدیگه استارت یکی از مهمترین مباحث فیزیک رو توی این قسمت از ویدیوهای جمع‌بندی اورژانسی بزنیم. خب رفقای عزیزم، بریم سراغ مبحث بعدی، میدان مغناطیسی ناشی از سیملوله حامل جریان. اصلا سیملوله چیه؟ بچه ما اگر یه سیمی رو بگیریم به شکل لوله درش بیاریم بهش میگن سیملوله. مثلا مثل فنر. بذارین یه نمونه سیملوله دیگه هم بهتون نشون بدم. مثلا این فنر جزوه ها بچه‌ها، این جزوه دوره جاممونه. فنرش رو نگاه کنید بچه‌ها، این الان سیم لوله است. ببینید سیم آوردن به شکل لوله در آوردن، به شکل فنری شکله. کلا به اینا گفته میشه سیم لوله. اوکیه؟ حالا ما اگر بیایم بچه‌ها از یه سیم لوله‌ای جریان عبور بدیم داخل این سیم لوله و در اطرافش میدان مغناطیسی تشکیل میشه. میبینید روی این شکل مشخص شده که خطوط میدانش رو قشنگ کشیدیم، مشخصه که میدان ایجاد شده. حل تا اینجا؟ حالا بچه‌ها میدان مغناطیسی این جهتش به چه صورته؟ میخوام اینو بهتون بگم. اول که نگاه کنید جریان، من اینو براتون جا بندازم که جریان توی سیملوله چجوری حرکت میکنه. ببینید سیملوله به صورت فنری شکل دیگه. مثلا نگاه کنید یه جریانی از اینجا میاد پایین، میره از پشت میاد بالا، از رو میاد پایین، از پشت میره بالا، از رو میاد پایین، همینجوری میچرخه. نگاه کنید به این صورته، از پشت میره بالا، از رو میاد پایین، از پشت میره بالا، از رو میاد پایین. حالا روی همینم بخوام نشونتون بدم که قشنگ‌تر درکش کنید، اینجوریه. نگاه کنید، فرض کنید یه جریانی از اینجا وارد میشه، از جلو داره میاد پایین، از پشت میاد بالا. میبینید همینجوری داره میچرخه، یعنی میره جریان میچرخه تا میره از سر دیگه خارج میشه، یا برعکسش هم میشه. مثلا میشه از این ور بیاد، از این ور وارد میشه، میچرخه میاد از سر دیگه خارج میشه. یعنی میخوام بهتون بگم کلا جریان داخل سیملوله اینجوریه. جریان از مثلا رو داره میره بالا، از پشت میاد پایین، دور میزنه همینجوری میره، از رو میره بالا، از پشت میاد پایین، یا برعکس از رو میاد پایین، از پشت میاد بالا. میبینید جهت، میخوام بهت بگم جهتش دو جوره کلا. از رو داره میاد پایین، از پشت میاد بالا، یا از رو داره میره بالا، از پشت داره میاد پایین. اینجوری حرکت میکنه، داره میچرخه داخلش. خب این بچه‌ها باعث میشه که داخلش خطوط میدان ایجاد میشه، اطرافش هم خطوط میدان ایجاد میشه که اینجا براتون دیگه آوردم که خطوطش به چه شکلی هستش. جزئیاتش رو جلوتر بهتون میگم که مثلا خطوطش رو چجوری تعیین میکنیم، چجوری رسمش میکنیم، اینا رو جلوتر بهتون میگم. فقط میخوام یه چیزی بهتون بگم در رابطه با میدان مغناطیسی ناشی از سیملوله. علاوه بر این که باید بلد باشین جهتش رو مشخص بکنین، باید مقدارش رو هم باید بلد باشین حساب بکنید. بچه نگاه کنید، سیملوله داخلش
از این لبه ها دور بشین، این وسط مسطا، این یه جای این وسط مسطا، کلا اینجاها میدان مغناطیسی داخل سیم لوله یک نواخته و این میدان یک نواخت رو ما با استفاده از یک رابطه که اینجا براتون نوشتم میتونیم حسابش بکنیم. B مساویه با مو صفر NI به روی L، رمزش رو این میذاریم موی نیلی، مویه یعنی مو صفر، نیلی یعنی NI الوم. پس یادتون باشه میدان مغناطیسی ناشی از سیم لوله میشه موی نیلی. مو صفر رو که قبلا بررسی کردیم چیه؟ N تعداد حلقه های سیم لولمونه، I جریان الکتریکیه که ازش میگذره، L هم طول سیم لوله هست. بچه به این دقت کنید، طول سیم لوله این به شدت مهمه. نگاه کنید ما یه چیزی داریم به اسم طول سیم، یه چیزی داریم به اسم طول سیم لوله. این دوتا با همدیگه متفاوت هستن. طول سیم داستانشه، طول سیم لوله داستانشه. بچه نگاه کنید، طول سیم یعنی طول اون سیمی که ما اومدیم باهاش سیم لوله درست کردیم. طول سیم لوله یعنی طول خود سیم لوله. مثلا میگم فرض کنید ما یه سیم 2 متری داشتیم، اومدیم باهاش سیم لوله درست کردیم و طول سیم لوله شده نیم متر. ما طول این سیم لوله رو داخل رابطه قرار میدیم، طول سیم رو قرار نمیدیم. دقت بکنید به این موضوع، این دوتا با هم دیگه متفاوتن. حالا در حد امتحانات تشریحی خیلی نمیتونن روش مانور بدن و سوالات سختی مطرح بکنن. واسه کنکور و اینا میتونن این نکته رو یه خورده روش مانور بدن و بپیچونن سوالات رو، ولی در کل چیزی که شما باید بدونین اینه آقا هر موقع طول سیم بهتون داده بودن باید تبدیلش بکنید به طول سیم لوله و توی این رابطه قرارش بدین که حالا توی مثالا دیگه در اون حدی که نیاز داریم در حد امتحانات تشریحی رو بهتون میگم. اوکیه؟ در همین حد بدونید که این ال طول خود سیم لولمونه. تله‌ای که این رابطه داره مثل مباحث قبلیه، یا میدان رو بر حسب گوس میدن یا بر حسب گوس میخوان. بچه ما یه چیزی داریم به اسم سیم لوله آرمانی. سیم لوله آرمانی داستانش چیه؟ ببینید اگر سیم لوله ما قطر حلقش نسبت به طول سیم لوله خیلی کوچیک باشه و همینطور حلقه های سیم لوله خیلی به هم نزدیک و قشنگ بینشون خیلی فاصله نباشه، قشنگ به هم چسبیده باشن، اینجوری باشه بهش میگیم سیم لوله آرمانی. پس اگر قطر حلقه های سیم لوله نسبت به طول آن بسیار کوچک و حلقه های آن خیلی به هم نزدیک باشن، به این سیم لوله آرمانی گفته می شود. میدان مغناطیسی سیم لوله درون آن بیشتر از بیرون آن است. بچه همیشه یادتون باشه گفتم داخل سیم لوله داره میدان تشکیل میشه، در اطرافش هم تشکیل میشه، اما میدان داخلش از میدان بیرونش قوی تره. اگر دقت کنید میبینید داخل شکل هم خطوط میدان داخلش فشرده تره تا بیرونش، میبینید اینجاها فشرده تره. برای قوی تر شدن میدان سیم لوله درون آن از فرومغناطیس مثل آهن خالص استفاده میکنن. بچه این فرومغناطیس ها، فرومغناطیس نیست، از فرومغناطیس مثل آهن خالص استفاده میکنن. حالا اینکه دقیقاً فرومغناطیس چیه جلوتر میخونیمش. خب شما فعلا فقط این فرومغناطیس رو در حد حفظ کردن بدونید. حالا داستان این جمله که اینجا نوشتم چیه؟ ببینید بچه‌ها ما داخل سیم لوله اگر این سیم لوله مثلا داشته باشیم، بیایم داخلش یه دونه مثلا میگم میله از جنس آهن خالص قرار بدیم، میدان مغناطیسی این قوی تر میشه. به این چیزی که داخل این قرار گرفته اصطلاحاً میگن هسته سیم لوله. پس فهمیدین ما با استفاده از قرار دادن یه دونه آهن خالص، یا خیلی کلی بخوایم بگیم اگه فرومغناطیس داخلش قرار بدیم، میدان مغناطیسی سیم لوله قوی میشه. به اون چیزی هم که داخلش قرار گرفته میگن هسته سیم لوله. سیم لوله های بدون هسته آهنی در عمل کاربرد کمی دارند. پس بچه‌ها نگاه کنید، سیم لوله هایی که داخلشون هسته نیست میدانشون خیلی قوی نیست، در عمل کاربردشون کمه، این میدانه کمه، خیلی نمیشه جای مختلف ازش استفاده کرد. پس باید حتما داخلش یه چیزی بذاریم، داخلش بیایم هسته بذاریم. هسته سیم لوله باعث میشه که میدانه تقویت بشه و کاربردی بشه. اوکیه؟ پس یادتون باشه این میتونن این جمله رو به صورت نقطه‌چین یا صحیح غلط بدن. سیم لوله های بدون هسته در عمل کاربرد کمی دارن. میدان مغناطیسی درون سیم لوله و دور از لبه ها یک نواخت است. بهتون گفتم آقا میدان مغناطیسی داخل سیم لوله دور از این لبه ها، این وسط مسطا که براتونم جاشو مشخص کردم، اینجاها یک نواخته.
تعریف بعدی، آهنربای الکتریکی. نگاه بکنید بچه‌ها، من بهتون گفتم داخل سیم لوله ما بیایم هسته آهنی قرار بدیم میدانش قوی تر میشه. حالا خوب دقت بکنید ببینیم داره چه اتفاقی میفته. بچه‌ها مثلا فرض کنید سیم لوله رو داریم، خب این یه میدان مغناطیسی خودش داره. ما وقتی هسته آهنی رو میذاریم داخل این، خاصیت مغناطیسی به این هسته القا میشه، خاصیت مغناطیسی درش ایجاد میشه بچه‌ها، و خود این هسته هم تبدیل میشه به آهنربا. پس به خاطر همین اینجا اون میدان مغناطیسی تقویت میشه و کلا به این صورته که داره اینجا میدان مغناطیسی تقویت میشه. و اینم بهتون بگم دیگه این میشه آهنربا، مثل آهنربا میتونیم ازش استفاده بکنیم. اوکیه؟ این سیم لوله خودش داخلش هسته که گذاشتیم قشنگ شده آهنربا، راحت میتونیم ازش استفاده کنیم. این آهنربای الکتریکیه. و بهتون بگم این یه خوبی هم داره که خیلی جا میشه ازش استفاده کرد تو صنعت. مثلا نگاه کنید بچه‌ها، طبق رابطش دیدین بی میشد موی نیلی. خب آی جریان روی میدان تاثیر داره، با هم رابطه مستقیم دارن. شما جریان رو زیاد کنید میدان سیم لوله زیاد میشه، جریان رو کم کنید میدان سیم لوله کم میشه. اوکیه؟ این یه چیز واضح هست. حالا شما مثلا توی صنعت میتونید بیایید از اینا درست بکنید سیم لوله‌ای که هسته داره، خب و با کم و زیاد کردن جریان این خاصیت آهنرباییش رو کم و زیاد کنید. مثلا نگاه کنید یه جایی به یه خاصیت آهنربایی کمی احتیاج دارین، خب یه جریانی میدین به اندازه نیازتون ازش استفاده میکنین. یه جایی به یه خاصیت آهنربایی خیلی زیادی احتیاج دارین، مثلا شاید توی فیلم‌ها دیده باشین یا آهنربای خیلی بزرگی میاد میچسبه رو سقف ماشین، بلندش میکنه میبره میذارتش یه جای دیگه. خب اینو قشنگ اونجا شما میتونید تنظیم کنید، جریان بیشتر میکنید، آهنربای قوی‌تر میشه. و مثلا وقتی هم میخواد بذارتش زمین جریان برق رو قطع میکنه، خاصیت آهنرباییش از بین میره. دیدین قشنگ میذارتش یه جای دیگه، میاد یه جایی بلندش میکنه دوباره میذارتش یه جای دیگه. این خاصیت آهنربایی ایجاد میشه و میره، همون جریانه رو دارن قطع و وصلش میکنن، آهنربا میشه دوباره از جریانش قطع میکنن، از آهنربا شدن در میاد، خاصیت مغناطیسیش رو از دست میده. اوکی؟ پس فهمیدین آهنربای الکتریکی داستانشه با استفاده از سیم لوله و اون هسته درونش درست میکنن. با قرار دادن هسته آهنی درون سیم لوله، میدان مغناطیسی درون سیم لوله تقویت می شود که این به دلیل القا شدن خاصیت مغناطیسی درون هسته آهنی و آهنربا شدن آن اتفاق می افتد. این آهنربا را آهنربای الکتریکی می نامند که هرچه تعداد دورهای سیم لوله و جریان عبوری از آن بیشتر باشد این آهنربا قوی تر. آقا هرچی تعداد دورهای سیم لوله و جریان قوی تر کنید آهنربای قوی تر میشه. و اینم بهتون بگم که از رابطه اصلا مشخصه، موی نیلی N و I جفتش رو میدان تاثیر داره. N رو زیاد بکنیم B قوی زیاد میشه، I رو زیاد کنیم B زیاد میشه. اینا جفتشون تاثیر مستقیم دارن میذارن. از این خاصیت در آهنربای الکتریکی صنعتی که دارای تعداد دور بسیار زیادی هستند استفاده میشود. قانون دست راست برای سیم لوله حامل جریان. خب بچه ها دقت کنید، حالا قبل از اینکه بخوام اونو استارت بزنم براتون توضیح بدم، میخوام درباره جهت این خطوط و کلا جهت بردار میدان مغناطیسی سیم لوله بیشتر صحبت بکنم. نگاه کنید بچه ها، میدان مغناطیسی سیم لوله به این صورته، این وسطه دقیقاً به چیز شبیه، به پیچه یا حلقه شبیه. این وسطه یه خط صافی مثلا اینوری هست، میبینید این میدان اون وسط است. حالا مثلا بالای این یه خطی میاد میره دور میزنه بر میگرده، بالاش دوباره میره از بالاش دور میزنه بر میگرده. ببینید اینم بالاش میره از بالا دور میزنه بر میگرده. این خطی که این پایینه میره از پایین دور میزنه بر میگرده. این خطی که پایینه میره از پایین دور میزنه بر میگرده. ببینید هی دور میزنه بر میگرده. اوکیه؟ فهمیدین که داستان چی شد؟ یه همچین حالتی داره. شما دقیقاً به این شکل نگاه کنید دیگه متوجه میشین خطوط میدان مغناطیسی به چه صورته. حالا ممکنه یه موقع خطش این خط وسطی اینوری باشه، خب بقیه خطا پایینی میاد از پایین دور میزنه برمیگره، این میاد از اینجا دور میزنه برمیگره، یا یکی میره از اینجا دور میزنه برمیگره. یعنی اون وسطیه رو شما بفهمید که کدوم وره، دیگه بقیه‌شون هم در همون جهت فقط دور میزنن برمیگردن. اوکیه؟ حله. خب حالا اینکه آقا این میدان مغناطیسی جهتش کدوم وریه رو من چجوری باید تشخیص بدم؟ من مقدار میدان رو فهمیدم حساب کنم، جهتش رو چجوری تشخیص میدم؟ با استفاده از قانون دست راست. تا اینجا دیدین جهت‌ها رو همش با قانون دست راست مشخص می‌کردیم. حالا قانون دست راستش چجوریه؟
اینطوری که براتون نوشتم، چرخش 4 انگشت دست راست در جهت آی. ببینید بچه‌ها، از این سیم لوله داره جریان میگذره، میره داخلش میچرخه. خب فرض کنید جریان اینجوری داره داخلش میچرخه، شما 4 تا انگشتتون رو در جهت جریان اینجوری میچرخونید. یا مثلا روی این شکلی که براتون آوردم دقت کنید، این در کل جریان چجوری داره داخل این میچرخه. یه جریان از اینجا میاد، از رو میره بالا، از پشت میاد پایین، از رو میره بالا، از پشت میاد پایین، از رو میره بالا. میبینید مثل همین در نظرش بگیرید، دقیقاً اینو مشابه اون در نظر بگیرید. جریان از رو داره میره بالا، از پشت میاد پایین، میچرخه، دوباره از رو میره بالا، از پشت میاد پایین. شما 4 تا انگشتتون رو در جهت این میچرخونید، در جهت آی میچرخونید. بچه شستتون هر طرف که افتاد اون داره جهت میدان مغناطیسی رو نشون میده. الان نگاه کنید، 4 تا انگشتتون رو در جهت آی که داری میچرخونید، شستتون اینوری میفته. میبینید؟ پس جهت میدان اون خط وسطیه اینوریه. حالا بقیه خطوط چجوریان؟ مثلا این خط بالایی از اینجا در همین جهت میاد، میره دور میزنه، برمیگرده. میبینید؟ از اینجا اومد دور زد برگشت. این خط همینجور میره، از اینجا میره دور میزنه، برمیگرده. خط پایینیشی از اینجا میاد دور میزنه، برمیگرده. اینم همینجور از اینجا میاد دور میزنه، برمیگرده. اوکی شدین که داستان چیه؟ حالا اگر بچه داخل همین توضیحات قانون دست راست که نوشتم، اینجا قطب N هم باز دوباره مثل مبحث قبل تو پرانتز میبینید که نوشتم. بچه نگاه کنید، سیم لوله که حالا سیم لوله اصلا وسطش هم حالا شما بیاین هسته بذارین اصلا میشه آهنربا، ولی اصلا هسته هم نذارین مثل آهنربای میله‌ای داره عمل میکنه سیم لوله. ببینید یه آهنرباییه که قطب NOS داره. مثلا پیچه رو دیدین مثل آهنربای تخت دایره شکل عمل میکرد، این مثل آهنربای میله‌ای عمل میکنه. قشنگ یه قطب N و یه قطب S داره. حالا قطب NOS رو چجوری تشخیص میدیم؟ ببینید همین قاعده دست راست رو که دارین روش پیاده میکنید یادتون باشه، اینجایی که انگشت شستتون افتاده این قطب N، پس سمت دیگه میشه قطب S. اینجوری ما با قاعده دست راست راحت میتونیم مشخص کنیم. ولی از روی این موضوع هم که اینجا خطوط دارن خارج میشن میرن تو اونور وارد میشن، اینی که داره ازش خارج میشه خطوط N، طرف دیگه که داره بهش وارد میشه S. میبینید این هم داره قطب NOS رو برای ما مشخص میکنه. ولی دیگه نمیخواد به این چیزا خیلی دقت کنید، راحت همون قانون دست راست رو که دارین روش پیاده میکنید، انگشت شستتون قطب N رو داره نشون میده. دیگه بچه‌ها من سعی کردم نکاتش رو قشنگ تر و تمیز بهتون بگم که حالا سریع باشه که خیلی تایممون گرفته نشه، بریم بعدش سوال حل بکنیم. حالا این مباحث رو دیگه یه خورده حالا این قانون دست راستش رو خودتون هم تمرین کنید، دیگه منم براتون کلی سوال حل میکنم. مطمئن باشین اگر اونا رو با من بیاین جلو قطعا دیگه مسلط میشین. خب بریم سراغ سوالات مربوط به این قسمت. سوال 45 گفته در مدار شکل روبرو با استدلال توضیح دهید کدام باتری را به جای X قرار دهید تا آهنربای میله‌ای آویزان شده از سیم لوله دور شود. بچه میخوایم این دور بشه، یعنی دفع بشه. بچه برای اینکه این دفع بشه نگاه کنید اینجا قطب S، اینجا هم باید قطب S بشه که اینو دفعش کنه. خب وقتی این ور قطب S، این طرف قطب N دیگه، این یه چیز مشخصه. حالا نگاه بکنید، ما قطب N و S سیم لولمون مشخص شد. ما میدونیم که انگشت شستمون همیشه رو قطب N قرار میگیره. پس الان قاعده دست راست رو من بخوام رو این پیاده بکنم، شستم اینوریه. چرخش 4 تا انگشت من چجوریه؟ ببین اینو سیم لوله بگیر، جریان داره از رو میره بالا، از پشت میاد پایین. میبینید از روش اینجوری داره میره بالا، از پشتش داره میاد پایین. از رو میره بالا، از پشت میاد پایین و اینجوری برمیگرده. ببینید از اینجا جریان وارد شده، هی دور زده، هی رفته دور زده اومده. پس نگاه کنید اینجا جریان خارج شده از این سر باتری، یعنی اینجا سر مثبت بوده، اینجا هم سر منفی بوده. کدوم باتریمون این ورش سر مثبته؟ باتری آ. پس باتری آ باید داخل این مدار قرار بگیره. بریم سراغ سوال شماره 46. گفته در شکل مقابل قطب‌های N و S سیم لوله را تعیین کنید. بچه نگاه کنید این بلند سر مثبت باتریه، از سر مثبت باتری جریان خارج میشه میاد،
ببینید از پشت میره بالا، میبینید این سیم رفته پشتش، از پشت میره بالا، از رو میاد پایین. دوباره اینجا از پشت میره بالا، از رو میاد پایین، میاد از پشت میره بالا، از رو میاد پایین، از پشت میره بالا، از رو میاد پایین، از پشت میره بالا، از رو میاد پایین و اینجا هم دیگه از پشت میاد پایین و وارد سر منفی میشه. حالا جهت جریان مشخص شد. قطبای NOS رو خیلی راحت میتونیم مشخص کنیم. ببینید این سیم لوله‌مونه، جریان از روش داره میاد پایین. ببین این سیم لوله است، جریان از روش داره میاد پایین. تو بخوای قاعده دست راست رو بری باید اینجوری بری. ببینی از روش بیاد پایین. میبینی الان با همین نشون بدم کوچیک‌تره. این سیم لوله باشه جریان از روش باید بیاد پایین. در این جهت 4 انگشت باید بچرخه. خب 60 افتاد اینور، یعنی اینجا قطب N، اینجا قطب S. حالا قطب NOS رو من تعیین کردم. قسمت الف. قسمت ب چی گفته؟ گفته جهت قرارگیری عقربه مغناطیسی در آ را با رسم شکل نشان دهید. بچه‌ها عقربه مغناطیسی ما میدونیم دیگه، بردار میدان رو نشون میده. بردار میدان، شما بردار میدان رو توی یه نقطه بخواید رسم بکنید چجوریه؟ بر خط میدان مماسش میکنید دیگه. پس نگاه کنید اینجا خط میدان چجوریه؟ خطوط میدان اینجوری از N خارج میشه میاد به S وارد میشه، یه همچین حالتی داره. اینجا شما بخواید مماس رسم بکنید یه همچین حالتی پیدا میکنه. پس جهت عقربه مغناطیسی توی نقطه A اینجوری شد. بریم سراغ سوال شماره 47. گفته کدام باتری را در مدار شکل روبرو قرار دهیم تا آهنربای میله آویزان شده به طرف سیملوله جذب شود. میخوایم این آهنربای بیاد اینوری. دلیل انتخاب خود را توضیح دهید. بچه این قطب N، اینجا باید قطب S باشه. به تبع اینجا میشه قطب N. وقت میخوایم این N رو این N جذب بشه دیگه، پس این باید قطب S باشه. خب حالا من جهت جریان رو داخل این سیملوله مشخص کنم ببینم چه جوری میشه. انگشت شستم افتاده اینور، میبینید دیگه این اینوره. خب الان چرخش 4 تا انگشت من اینجوریه. جریان از رو باید بره بالا. میبینید از رو میره بالا، از پشت میاد پایین. از رو میره بالا، از پشت میاد پایین. پس نگاه کنید اینجوری بوده در واقع. جریان اینجوری از این سیمه اومده از پشت اومده پایین، از رو اومده بالا. ببینید از اینجا اومده، از پشت اومده پایین، از رو رفته بالا. هی چرخید از رو رفته بالا، از پشت اومده پایین تا اینجا از پشت خارج شده و اومده وارد این سر شده. پس نگاه کنید اینجا سر مثبت بوده، جریان ازش خارج شده. اینجا سر منفی بوده، جریان بهش وارد شده. کدومش اینجا سر مثبت میشه؟ B دیگه. پس B میشه آهنربای مورد نظر ما. سوال شماره 48. گفته عبارت درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید. اگر ذره بارداری به موازات محور پیچه حامل جریان حرکت کند، دقت کنید، اگر ذره بارداری به موازات محور پیچه حامل جریان حرکت کند، نیروی مغناطیسی وارد بر آن از طرف پیچه 0 است. بچه‌ها ببینید این پیچه است. مثلا فرض کنید میدان داخلش به این صورته. خب شما اگر یه ذره داشته باشین به موازات این حرکت بکنه، آلفاش 0 میشه دیگه. QVB سینوس آلفا به موازاتش حرکت کنه. گفتیم ذره وقتی داخل میدان حرکت میکنه اگه موازی باشون حرکت کنه، حالا چه در جهتشون باشه چه در خلاف جهتشون، باهاشون برخوردی نمیکنه دیگه، بهش نیروی وارد نمیشه. پس میشه 0. ب. سیملوله های بدون هسته آهنی در عمل کاربرد بسیار کمی دارند. سوال 49. فعالیت یا آزمایشی را طراحی کنید که به کمک آن بتوان خطوط میدان مغناطیسی را در اطراف سیملوله حامل جریان الکتریکی مشاهده کرد. میخوایم چی رو ببینیم بچه‌ها؟ خطوط میدان مغناطیسی ببینیم. بهتون گفتم هر وقت میخواین خطوط میدان مغناطیسی ببینید باید از براده های آهن استفاده بکنید. هر وقت میخواید بردار میدان مغناطیسی ببینید باید از عقربه مغناطیسی استفاده بکنید. حالا آقا ما چجوری باید این آزمایش رو طراحی کنیم؟ چی کار باید بکنیم؟ این جزوه یه مقدار ضخیم مشخص نیست، فکر کنم تو این بیشتر مشخص باشه. بچه فرض کنید این یه سیملوله هست ما داریم. خب
و فرض کنید که اینم کلا یه کاغذیه که یه تیکه است، مثلا 2 تا کاغذ جدا نیست، فرض کنید یه کاغذ یه تیکه است. ما میایم به این حالت سیم لوله رو از توش عبور میدیم. ببینید سوراخ سوراخش میکنیم، سیم لوله رو قشنگ میپیچونیم، از داخلش عبور میدیم که به این شکل در بیاد. حالا از بغل هم نمیدونم درست میبینید یا نه، تا چه حدی میبینید. یه همچین حالتی ایجاد میکنیم که نصف یه مقوا میاریم این کارو میکنیم که نصف سیم لوله بیفته این ورش، نصف سیم لوله هم بیفته این ور کاغذه. اوکیه تا اینجا فهمیدین منظورم چیه؟ حالا یه مش براده آهن برمی‌داریم میاریم اینجوری میپاشیم روی این سیم لوله که حامل جریانه. به مقوا یه چند تا ضربه میزنیم، میبینیم که براده های آهن شروع میکنن روی یه سری خطوط جهتگیری میکنن و اون خطوط میدان مغناطیسی ما هستن. و دقت کنید بچه‌ها، اینو قبلا گفتم بازم میگم، براده های آهن به ما جهت میدان رو نمیگن، فقط کلیت خطوط رو دارن به ما نشون میدن. پس اینم از آزمایشی که گفته طراحی بکنید. خب بریم سراغ سوال 50. اینجا بچه‌ها یه مدل نشون دادن سیم لوله، حالا بعضی موقع میدانش رو اینجوری نشون ممکنه بدنم براتون آوردم که اینجوری هم دیده باشین نشون میدم، حالا توضیح میدم براتون. در شکل زیر جهتگیری عقربه مغناطیسی را در نقطه های A, B و C واقع در میدان مغناطیسی سیم لوله حامل جریان مشخص کنید. بچه‌ها این سیم لوله هست. ببینید سیم لوله رو گفته بالاش میدان درونسوه، این قسمت پایینش میدان برونسوه. منظورش چیه؟ اینو سیم لوله در نظر بگیرید. مثلا دیدیم ما گفتیم آقا جریان از رو میره بالا، بچه بالا که میره تق این بالا میخوره تو صفحه دیگه، پس جریان بالاش درونسوه. اوکیه؟ بالای سیم لوله جریان در واقع درونسوه، داره میره تو صفحه. این دور میزنه از پایین، داره اینجا از صفحه خارج میشه. میبینید اینجایی که داره از صفحه خارج میشه برونسوه دیگه. یعنی میخوام بهتون بگم ما وقتی که یه سیم لوله داریم مثلا بالاش جریان درونسوه پایینش برونسوه، یا برعکس بالاش برونسوه پایینش درونسوه، برعکس هم دیگه است بالا و پایینش. این کلا یه مدل نشون دادن جریان توی سیم لوله است. یعنی میگم همیشه توقع نداشته باشین یه سیم لوله قشنگ 3 بعدی براتون بکشن جریان نشون بدن از رو میره بالا. بعضی موقع اینجوری نمایش میدن، فرق نمیکنه، عین هم دیگه است. اینم قشنگ متوجه میشه آدم که به چه صورته. پایینش برونسوه یعنی داره ازش جریان میاد پایین، بالا درونسوه یعنی همون جریانه داره میره داخل. حالا اینجا بچه قطب N، اینجا قطب S، خودش قطب N و S رو برای ما مشخص کرده. ما میدونیم خطوط میدان به این صورت دیگه، در خارجش از N خارج میشه میره به S وارد میشه، در این جهتشون به این صورته. این داخلش هم اینجوریه، داخلش از S به N، بیرونش از N به S. میبینید دقیقاً این یکی هم همین جوریه، از اینجا میاد به این یکی وارد میشه که حالا اینو اصلا ما لازمش نداریم، نیازش نداریم، نمیکشیم. و دقیقاً این یکی هم همین جوری از اینجا میاد میره وارد سر دیگه میشه. خب بچه‌ها گفته توی هر کدوم از این نقاط شما بیاین بردار میدان رسم کنید. اینجا نقطه C رو مثلا نگاه کنید، بردار میدان رسم کنید، یه برداری مماس اینوری میشه. میبینید این بس برای نقطه C. برای نقطه B یه برداری مماس اینوری میشه. آقا چرا اینوری؟ چون که خطوط میدان اینوری دارن میرن دیگه. توی این نقطه هم همینجور یه برداری مماس میشه اینوری مماس میشه. چرا؟ چون خطوط میدان نگاه کنید اینجوری دارن میان، پس مماسی هم که رسم میشه اینجوریه. یا مماس رو اینجوری نکشین، خطوط میدان اینجوری که نمیرن، خطوط میدان دارن اینجوری میان. پس حواستون باشه اینا رو یه موقع مماسا رو اشتباه نکشین. سوال شماره 51. بزرگی میدان مغناطیسی درون سیم لوله‌ای 6 در 10 به توان منفی 3 تسلا است. اگر تعداد حلقه های آن 500 دور و حامل جریانی به بزرگی 3 آمپر باشد، طول سیم لوله چند متر است؟ خب ما میدونیم که B مساویه با موی نیلی. از این نتیجه میگیریم که B رو گفته 6 در 10 به توان منفی 3 مساویه با مو رو بهمون گفته بگیر 12 در 10 به توان منفی 7 ضرب در N رو داریم 500 ضرب در آی رو بهمون گفته 3 آمپر تقسیم بر L هم که میخوایم حسابش کنیم. خب بچه این 6 با این 12 میخوره یه دونه 2 میمونه. این 10 به توان منفی 3 اینو میکنه 10 به توان منفی 4، این دوتا صفر هم میزنه اونو میکنه 10 به توان منفی 2. 2 5 تا 10 تا 10 ضرب در 3 30 ضرب در 10 به توان منفی 2 میشه 3 دهم. پس L مساویه با 3 دهم متر واحد. یادتون نره رفقا،
بریم سراغ سوال شماره 52. گفته از سیم لوله‌ای به طول 4 سانتی متر که دارای 400 حلقه است چند آمپر جریان بگذرد تا بزرگی میدان مغناطیسی در درون آن 200 پی گوس شود. بچه دقت کنید، اینو سریع تبدیلش بکنید به تسلا. بگین بی مساوی 200 پی در 10 به توان منفی 4 که میشه 2 پی در 10 به توان منفی 2. خب ما میدونیم که بی مساوی میشه با موی نیلی. از این نتیجه میگیریم که بی چقدره؟ 2 پی در 10 به توان منفی 2 مساویه با مو رو داریم 4 پی در 10 به توان منفی 7 ضرب داره n رو داریم 400، آی رو میخوایم حساب بکنیم تقسیم بر l هم که 4 سانتی متره، 4 در 10 به توان منفی 2. بچه پی با پی میپره، 4 با 4 میپره دیگه. چیا میتونن ساده بشن؟ این 10 به توان منفی 2 میاد اینو میکنه 10 این میاد با این میشه 10 به توان منفی 4 با هم میرن بالا، اینو میکنه 10 به توان منفی 3. 10 به توان منفی 3 دو تا از صفرها رو میپرونه، یه دونه 10 به توان منفی 1 میمونه. این دو هم با این 4 ساده میشه، کلا یه دونه 2 میمونه. پس بچه‌ها نگاه کنید، آی مساوی میشه با 2 ضرب در 10 به توان منفی 1 میشه 2 دهم، 2 دهم رو ببرم اینور میشه 10 دوم که مساویه با 5 آمپر. جریان مساوی شد با 5 آمپر. واحد یادتون نره. بچه‌ها جزوه ها رو باز تاکید میکنم حتما توی کانال تلگرام یا روبیکامون عضو شین و از اونجا دانلودش بکنید. جزوه ها رو ترجیحاً پرینت بگیرید جلوتون داشته باشید. این نوشتن پر کردن جوابه خیلی روی یادگیریتون تاثیر میذاره. الکی وقت نذارین این همه صورت سوال بنویسید، درسنامه بنویسید. جزوه رو قشنگ پرینت بگیرین بذارین جلوتون. اگر ذره‌ای با بار الکتریکی 2 میکروکولون و با سرعت 100 متر بر ثانیه در راستای محور سیم لوله. بچه محور سیم لوله چیه؟ ببین مثلا اگر این سیم لولمون باشه، محور سیم لوله نگاه کنید میشه این راستا. محور سیم لوله، مثلا اینو یه استوانه در نظر بگیر، لوله در نظر بگیر، این خطی که داره از وسطش میگذره این میشه محور سیم لوله. در راستای محور سیم لوله و در درون آن حرکت کند بزرگی نیروی الکترومغناطیسی وارد بر آن چند نیوتن خواهد بود. بچه ما میدونیم F میشه QV B سینوس آلفا. ببینید وقتی که این داره در راستای این ذره باردار داره در راستای محور حرکت میکنه، در راستای میدان داره حرکت میکنه دیگه. میدان نگاه کنید، این همون سیم لولمون رو در نظر بگیرین. میدان ما میدونیم داره از وسط این رد میشه دیگه. میدان روی محوره، حالا یا اینوریه یا اینوریه. وقتی که ذره باردارمون داره در راستای این میره، حالا چه اینور چه اینور، یا زاویه‌اش یعنی این آلفا یا 0 یا 180 دیگه. حالا سینوس 0 سینوس 180 هم 0، یعنی در هر صورت F مساوی میشه با 0. ذره باردار داره در راستای میدان حرکت میکنه. سوال 53. از سیم مستقیمی به طول 62.8 متر سیم لوله‌ای تهیه می‌کنیم که شعاع هر حلقه آن 10 سانتی متر باشد و هنگامی که جریان به شدت 5 آمپر از آن می‌گذرد میدان مغناطیسی این درون آن ایجاد می‌شود. طول سیم لوله چقدر خواهد شد؟ بچه دقت کنید، این ال رو بذاریم، من با یه ال مثلا کوچیک‌تر یه همچین الی نمایش بدم براتون. این ال بچه‌ها طول سیمه ها. دقت کنید این طول سیم لوله نیست، طول سیم رو به ما داده، حالا تهش طول سیم لوله رو از ما خواسته. ببینید به طور کلی ما میدونیم که B مساوی میشه با مو صفر NI به روی L. L طول سیم لوله هست اینجا. به من گفته طول سیم لوله رو به دستش بیار. این خواسته سواله. خب مو صفر رو که داریم جایگذاری میکنیم هیچی. جریان رو هم اینجا بهمون مقدارش رو داده. اگر دقت کنید N رو نداده. بچه‌ها N رو ما باید پیدا بکنیم. چجوری پیدا بکنیم؟ به وسیله طول سیم ما میتونیم اینو پیداش بکنیم. ببینید بچه‌ها، شما وقتی که یه سیمی دارین اومدین باهاش سیم لوله درست کردین، توجه بکنید، اومدین مثلا این یه سیمی دارین تبدیلش کردین به 50 تا حلقه، قبوله؟ همینجوری چرخوندینش تبدیلش کردین به 50 تا حلقه، مثلا فرض کنید اینا 50 تاست. بچه محیط این 50 تا حلقه رو اگر
حساب بکنید، یعنی یه دونه حلقه رو محیطش رو حساب بکنید ضرب در 50 بکنید، محیط همه این حلقه ها رو با هم دیگه جمع بکنید میشه طول سیم. قبول دارین؟ این یه چیز مشخصه دیگه. ببینید شما وقتی سیم رو دارین تبدیلش میکنید به حلقه، محیط هر کدوم اون طول سیم بوده که تبدیل شده به محیط هر کدوم از این حلقه. مثلا سیمتون 2 متره، جمع محیط همه این حلقه میشه 2 متر. اوکی شدین؟ فهمیدین که داستان چجوریه؟ پس یعنی میخوام بهتون بگم ما یه تعدادی دایره داریم که جمع محیط هاشون میشه طول سیم. من اینجوری میگم n یعنی تعداد حلقه ها ضرب در 2πr میشه محیط هر حلقه، مساوی با l کوچیک، اینجا کنارش هم مینویسم سیم که حالا بدونیم طول سیم منظورمونه. قبول این؟ n تا حلقه داریم، محیط همشون رو هم دیگه میشه n تا 2πr، این مساویه با طول سیمه. پس اینجوری میشه n مون چقدره؟ نداریم، میخوایم حسابش کنیم، ضرب در 2πr، r رو به من گفته 10 سانتی متر که میشه 1/10، مساویه با l سیم، طول سیم که 62.8 متره. بچه ها پی 3.14، 2 ضرب در 3.14 میشه 6.28، با این ساده بشه یه دونه 10 میمونه. از اینجا کلن n مساوی میشه با 10 ضرب در 10 100. حالا بیاین اینجا همه رو جایگذاری کنیم. b رو به من گفته چقدر؟ گفته 2 در 10 به توان منفی 3، این مساویه با موصف رو دارم چقدر؟ 4p که میشه 4 ضرب در 3.14 در 10 به توان منفی 7 ضرب در n که 100 ضرب در i که 5 تقسیم بر طول سیملوله. طول سیملوله رو میخوام حسابش بکنم. ساده سازی ها رو اینجا انجام بدیم ببینیم چی میشه بچه ها. خب ساده سازی ها رو چجوری انجام بدیم؟ 10 به توان منفی 3 بیاد اینجا، با این میشه 10 به توان 5، اینو میکنن 10 به توان منفی 2. اوکیه تا اینجا؟ این 2 با این 4 ساده میشه یه دونه 2 میمونه، دیگه 2 توی 5 ضرب میشه 10، یه دونه 10 به توان منفی 1 میمونه و دیگه همین دیگه، چیزی نمونده. من چیز خاصی نمیبینم مونده باشه. از اینجا نتیجه میگیرم که L مساوی میشه با 314,000. واحدش چیه؟ متر بچه ها، 314,000 متر. سوال شماره 54 گفته میدان مغناطیسی روی محور یک سیملوله 3 در 10 به توان منفی 6 در راستای افق و به سمت شرقه. نگاه کنید میدانمون گفته به سمت شرقه، این وریه. اگر جریان عبوری از سیملوله 0.2 آمپر باشه و طول سیملوله 8 سانتی متر باشه، تعداد حلقه‌های سیملوله چقدره؟ خب من میگم B مساوی با موی نیلی، مو صفر NI به روی L. از این نتیجه میگیریم که B چقدره؟ 3 در 10 به توان منفی 6 مساوی با مو صفر چقدره؟ 12 در 10 به توان منفی 7 ضرب داره N چقدره؟ N رو میخوام حسابش بکنم، ضرب داره I رو به من گفته چقدر؟ 0.2 آمپر تقسیم بر L یعنی طول سیملوله که میشه 8 در 10 به توان منفی 2. خب 10 به توان این 10 به توان منفی 2 اینو میکنه 10 به توان منفی 5، 10 به توان منفی 5 بیاد این ور اینو میکنه 10 به توان منفی 1. حل این به 4 میشه 2، این به 4 میشه 3، این 3 هم با این 3 ساده میشه، 2 هم با این ساده میشه 1/10 یا 10 به توان منفی 1. 10 به توان منفی 1 هم با این ساده میشه. خب الان چی موند؟ هیچی. n مساوی شد با 1. پس تعداد حلقه‌های سیملولمون یه دونه میشه دیگه. درسته؟ من که چیزی نمیمونم مونده باشه. آره. قسمت ب گفته اگر بار Q 5 میکروکولون با سرعت اینقدر بچه ببخشید
درون سیم لوله و به طرف بالا حرکت کند. ببینید میدان مغناطیسی رو خودش اولش گفت به سمت شرقه، حالا میگه ذره باردار به طرف بالا حرکت بکنه. بزرگی و جهت نیروی وارد بر آن را با رسم شکل تعیین کنید. هم مقدار نیروشو میخوایم هم جهت نیروشو. مقدار نیرو که میدونیم از رابطه QVB سینوس آلفا به دست میاد. جهتش چجوریه؟ قانون دسته راست. 4 تا انگشت رو در جهت V میگیریم، اوکی، به سمت بالا. در جهت B خمش میکنیم، شستمون رفت داخل صفحه، پس میشه درون سو. F ما درون سوه. حالا جایگذاری کنیم. Q 5 میکروکولونه، 5 در 10 به توان منفی 6 ضرب داره V 10 به توان 2 ضرب داره. B چقدره بچه‌ها؟ B رو توی سوال بهم گفته بود 3 در 10 به توان منفی 6 ضرب داره سینوس آلفا. بچه آلفا زاویه بین B و V بود دیگه. میبینید این دوتا بر هم دیگه عمود هستن، پس سینوس 90 میشه 1. این مساوی میشه با 3 5 تا 15 تا، اینو می نویسم اینجا، 10 به توان منفی 6 و 10 به توان منفی 6 میشه 10 به توان منفی 12، با این میشه 10 به توان منفی 10. اوکیه؟ واحدش چیه؟ نیوتن. پس مقدار این هم، مقدار نیرو هم مشخص شد، جهتش هم که اینجا مشخص کردیم، هم مقدار خواسته بود هم جهت.